ای اهل توحید، براءت از اصل دین است، براءت این ملت ابراهیم است، براءت این اصل و مغز کفر بالطاغوت است. کفر بالطاغوت به وجود نمی آید مگرم با براءت. ملت ابراهیم به وجود نمی آید مگرم با براءت. لا اله الا الله کاملا به وجود نمی آید مگرم با براءت. اصل دین تو به وجود نمی آید مگرم با براءت. اصل ایمانت به وجود نمی آید مگرم با براءت. اسلام تو صحیح نمی شود بجز با براءت. کسی که براءت از شرک و مشرکین ندارد، از کفر کافرین، از رده و مرتدین، از نفاق و منافقین، البته ما در نظر داریم نفاق و منافقین، نفاق اکبر و منافقین اکبر، این انسان اسلام ندارد. اسلام ندارد. لا اله الا الله گفتهش، نماز خواندهش، روزه داشتهش، حج کردهش، شرکایی که نکرد به او فایده نداره، زیرا که شرک نکرد ولیکن به مشرکین براءت ندارد. الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم را امر کرد که پیروی از ملت ابراهیم بکن. همه شما میدانید و در علمین روایت حدیثی آمده است که امر الله المؤمنین بما امر به المرسلین. الله مؤمنین و مسلمین را امر کرد به همان چیزی که پیامبران را امر کرد. هر چیزی که الله پیامبر را به او امر کرد به امت همون پیامبر، همون امری که الله به رسول الله کرد به امتشان فرض است. فراموش نکنید. الله در قرآن پیامبر را امر کرد. چی امر کرد؟ فتبع ملت ابراهیم حنیف. متابعت کن به ملت ابراهیم که حنیف بود. حنیف یعنی شرک را دانسته و فهمیده ترک کرده بود و به توحید در اساس علم عمل میکرد و یکتا پرست و حنیف بود. این امر به رسول الله هست و به همه امت رسول الله هست، به من و شما هست. ما باید به ملت ابراهیم متابعت کنیم. ملت ابراهیم، جای نقطه اساسی ملت ابراهیم چی است؟ براءت است و تکشیر است. نقطه اساسی ملت ابراهیم براءت است. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه ملت ابراهیم را آشکار و واضح در آیت محکم و قطعی صریح بیان میکنه. الله سبحانه و تعالی فرمود قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله أكبر. الله أكبر. چقدر آشکار و واضح و فهمیدنش خوب و زیبا و آشکار و آسان الله سبحانه و تعالی به من شما بیان کرد. و همین رکن اولی لا اله الا الله است. برای شما ای مسلمان ها ابراهیم و همراه ابراهیم آمده انسان ها الگوی نیک هستند، یعنی به اونا پیروی کنید، مثل ابراهیم باشید، مثل که ابراهیم کفر بالطاغوت به جا آورد، براءت به جا آورد، مشرکین تکفیر کرد، تو هم همچنین باش، ثابت باش.